سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد سوال یکی از دوستای ماست که پرسیده بودن که در کدام قسمت آهنگ ما باید از کورد بگیریم. دوستای عزیز، کورد وقتی گرفته میشه که آهنگ در قسمت پاوزه میه، مثلا یک قسمت پاوزه میکنه، استارت میکنه کمی، و یا در قسمتی که همون قسمت آهنگ میخونه و مکمل استارت میشه و از پشتش موزیک شروع میشه. دینمی دو صورت کورد گرفته میشن. دوستای عزیز، همچنان بسیار زیاد مهم است ما بفهمیم که چی وقت ما روت کورد بگیریم و چی وقت این ورژن یا ای ورژن کورد بگیریم. این برای ما به خاطر از این مهم است که برای از که ما درست بتونیم بنوازیم و همچنان ما را کمک میکنه که ما بسر بخوانیم و همچنان صدای شنونده به گوشش، یعنی قسمی مغز از او آماده میشه که برای امو توتیری که تو میخوانی پیش از او در مغز او آماده میشه. یعنی این کمک میکنه که آهنگ دوگام جالب بر از اونا بر شنونده باشه و ما برای ما کمک میکنه که ما بسر بخوانیم. قسمی باید کورد باشه که نوت‌های را ما استفاده کنیم که نزدیک به نوتی باشه که دفعتاً ما بعد از کورد همون نوت میخوانیم. اولین نوتی را که ما استفاده میکنیم بعد از کورد، ما کوشش کنیم که کلک ما نوتایی را که ما کورد میگیریم امو نزدیک بر از او باشه. حالا ما ایره میریم در روی هارمونیا زیادتری را آوازه میکنیم که مقصد ما چی هسته. خب دوستای عزیز، ما حالا بالای یکی از آهنگای احمد ظاهر عزیز کار میکنیم و میبینیم که ما در کدام قسمت آهنگ باید است که کورد بگیریم. خب این آهنگ خدا بود همراهت، قرآن پشت و پناهت، این آهنگ میخوانیم. خب سکیلش دی شارپ ماینر سکیل، سری ما ایره میخوانیم بدون از اینکه ما بفهمیم که کوردش چیه. اینا اول ایره میخوانیم. دیدین دوستای عزیز، در قسمت هایی که آهنگ پاوزه میگرفت اموجا ما کورد گرفتیم. یک فینال میره بیشتر امرای آکار خوانیم، منی کدام آله میخوانیم امرای شیرش. خدا بود همراه. اینجا استارت شد آهنگ، اینجا استارت شد. کورد میگیریم. دو نوع اینجا میتونی کورد بگیری، اینجا میتونی این طرف میتونی. خدا بود همراهت، استارت کورد، قرآن پشت پناهت. آهنگ استارت شد، پاوزه گرفت، باز کورد. زیارت سخی پاوزه، پاوزه،
است که هر قسمتی که ما پاوزه میگیریم آهنگ استارت میشه، دونومی قسمت کورد میگیریم. بعد از این موسیقیش در اینجا اینی وقت کورد میگیریم، استارت میشه، کورد میگیریم. امین خود نغمه استارت شد، ما کورد گرفتیم، استارت شد نغمه. یعنی فرقی نداره در آهنگ وقتی میخونی یا نغمه، هر قسمتی که آهنگ استارت میشه یا نغمه استارت میشه اونم قسمت کورد میگیریم. یک بار دیگه شما ببینید. استارت میشه، آهنگ استارت میشه. دوستای عزیز، اینی قسمت دوم است که یکی کورد شد. مثلا کورد ما فهمیدیم که در چی موسیقی باشه، یعنی ملودی که می نوازیم در بین آهنگ یا در وقت خواندن باشه. وقتی که پاوزه میگیریم یا استارت میشیم او وقت ما کورد میگیریم. مسئله مهم دیگه ای است که مثلا چی کدام کورد ضرور است، کدام کورد برای ما خوبتر است و بر ما کمک میکنه، یعنی درستتر است که ما امو کورده بگیریم. شما ببینین ما موسیقی رو باز میرم، نرمال اینجا باید کورد بگیریم، اما ما یک لحظه کورد میگیرم نیم اینجا. شما میبینین اینجا که به عوض از اینی شما این 3 دانه سیار اینجا میبینین، ما این سیار از اینجا بگیریم، مثلا لاور اکتیف میگیریم متر، این ورژن میشه این اینجا. یعنی چرا ما اینجا میگیریم؟ به عوضی که ما اتر کورد بگیرم این رقم کورد میگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که نوتی که ما باید از این کورد شروع میکنیم اینی نوت است. اگر من اینجا بگیرم ام برای من مشکل میشه که اینجا بگیرم، باید از دست من اینجا بیارم. برای من ام از نگاه تکنیکی به حساب مشکل میشه و ام از نگاه صدا. یعنی وقتی که من اینجا دست من بیارم، اینجا ورژن اینجا کورد بگیرم، باز وقت برای من سر میدم، یعنی در گوش ما سر میاد که مرا کمک میکنه که من به سر بخوانم و همچنان برای گوش شنونده جالب است و گوش شنونده را آماده میسازه به شعری که باید از این ما میخوانیم. یعنی این مهم است که ما کورد که میگیریم بفهمیم که باید از این کورد ما نوتی که ما اولین نوتی که استفاده میکنیم کدام است. حالا من دیدم که اولین نوت اینجاست، از اون خاطر این دوتا در جایش ماندم، اینی که آوردم اینجا به خاطر از اینکه من این نوت اینال استفاده میکنم. بیا یار چون زغم بیمار نمیشه، باز اینجا میرم. اگر اینجا بود من میتونست اینجا بگیرم، اما باز اینجا میرم. ستاره در هوا مشمارم نمیشه. حالا دیگه اینجا من نمیرم، اینجا نمیرم، امی روت کورد میگیرم، امی تی شارپ ماینر اینجا میگیرم. چرا؟ به خاطر که نوتی که بعد از این استفاده میکنم این نیستم. یک دفعه دیگه من دوستای عزیز بالا سر میکنم. ستاره در هوا مشمارم میشه، مکه مردم زغم پروا ندارم. نرمال اینجا میشه، نرمالی کورد اینجاست، اما من ای ورژن میکنم، اینی را میارم. شما ببینید این دو تا سیاست. دوستان عزیز، اگر شما در قسمت ای ورژن و کردها اگر شما مشکل داشتین، این ویدیویی که من در بالا میگذارم شما حتما این چک کنین که مسئله باید برای شما واضح شود که شما این باز بفهمین. خب نرمال اینجا ما باید ایتو کورد بگیرم، اما من
اینی رو میبرم در این قسمت. شما ببینید اینجا 2 سیاه است، اینجا 2 سیاه، عین چیز است. از لاور اکتیو ما میبرم در این در تار سبتک ایره میبرم، ایره در اینجا میبرم، ایتر میکنم. چرا؟ بخاطر از این که من نوتی رو که بعد از استفاده میکنم اینجا لا 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 امیدوار است متوجه شده باشین مقصد من دوستای عزیز. من نرمال اینجا کورد میگرفتم، من رفتم کورد ما تغییر دادم، انورشن کردم، ایره ده اینجا گرفتم. بخاطر چی؟ بخاطر از این که من این نوتی که استفاده میکنم، این نوتم به این دوتر است و به این نزدیکتر است. مرا هم کمک میکنه که به سر بخونم و هم برای کلکای من خوب است و من چون برای شنونده گوشش آماده شعر بعدی میشم، موسیقی بعدی میشم. خدا بود همراه قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان کن از غم نگاه کن از غم نگاه خدا بود همراه قسمتی که آهنگ ستا شد من اونجا کورد گرفتم. باز انتریش قدی سر و اطلاعی خم نبینم اینجا میریمش دل شاد اطلاعی غم نبینم. حالا چون پس اینجا نمیخوانیم این کوردم نرمال کورد رود کوردم بگیریم. ستم هایی که از دستت کشیدم الهی در جهان آدم نبینم خدا بود همراه پشت و پناه زیارت سخی جان کن از غم نگاه کن از غم نگاه. دوستای عزیز خدا کنه که من تانسته باشم که به طور درست تشریح کرده باشم و شما اگر سوال داشتین حتما مطرح بکنین و اگر ضرورت بود من در ویدیوهای دیگه ایده باز تشریح میکنم. دوستای عزیز این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که یک موضوع جالب بوده باشه و ما تانسته باشیم که از یک دیگه خود چیزهای نو یاد بگیریم. و شما دوستای عزیز اگر کانال سابسکرایب نکردین لطفاً کانال سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بتین تا که ویدیوهای آینده که ما اپلود میکنیم او را از دست ندین. و همچنان دوستای عزیز شما ایده شیر کنین با دیگه دوستایتان از طریق فیسبوک یا از طریق اینستاگرام، از هر طریقی که شما میتونین با دوستایتان شیر کنین تا که دیگران بتونن استفاده کنن و کانالم بتونه که رشد کنه تا ما بتونم که زیادتر و بهتر در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیریم. تا هفته آینده دوستای بسیار نازنین شما رو به خدا میسپارم. بای بای.